یه چیزی و یه روزی یکی از دوستان به هم یاد داد، کاوه خداشناس. یه روزی سر یه قراردادی ما با هم داشتیم جر می‌کردیم. من رفتم سر کار قرارداد نبستم، اومدم گفتم برای چی نبستی؟ گفتم آخه اصلا داری یه مبلغی میگی اینا. گفتم ما میزان تحصیلاتت چیه؟ گفتم گفت کسی هست دور و برت میزان تحصیلاتت این تو باشه؟ گفتم آره داییم. گفت اون شغلش چیه؟ گفتم شغلش اینه. گفت ساعت چند پا میشه میره سر کار؟ گفتم مثلا پنج صبح پا میشه 6 راه میفته میره 7 میرسه. گفت چقدر حقوق میگیره؟ گفتم اینقدر. گفت خب مرد مومه، تو که صبح به صبح میان دنبالت با سرویس میبرنت، ناهارت هم بهت میدن، با سرویس هم برات میگردونن، عزت تپونت هم میکنن، آب میخوام چای میخوام اینو میخوام. تو داری 3 برابر اون الان فقط اون آدمه بهت گفته تو میگی من اینقدر میخوام. گفتم خب. گفت فقط یه چیزی یادت باشه، این همش مال تو نیست. تو حقوقت اینه، باید اینه دایید باشه. اگر داری بیشتر میگیری این مال تو نیستا، تو باید پخشش کنی. یعنی اونی که اون بالا سره میگه من دارم اینقدر بهت میدم، اگه درست پخشش کردی بازم بهت میدم، اگه درست پخشش نکنی میدم یکی دیگه پخش کنه ها. و اینو میشنفی و این حرف کاوه از اون روز تا حالا تو مغزمه، من نشنیدمش، رفت حک شد ته مخجم.